پول خالص رو زمین افتاده، خواهش میکنم برو بگیر پولی که تو خیابون افتاده رو چرا نمیری جمع بکنی؟ این سوالو از خودم پرسیدم و الان رفتم یه جایی پیدا کردم که لباسای دست دوم دارن. میخوام الان 20 دقیقه تا اونجا برم لباسای دست دوم بگیرم، مثل ویدیوی قدیمی که دیدید چقدر پول تونستم داخل عرض 10 دقیقه در بیارم. اگه ویدیو قدیمو ندیدید برید حتما ببینید. و الان میخوام برم لباسای دست دوم بگیرم، آنلاین کنمش، بهتون نشون بدم چقدر پول میتونم امروز در بیارم. الان اومدم تقریبا 10 دقیقه دیگه باز میکنم. اینا لباسای بچگونه‌شه که ما میریم لباسای داخل نگاه کنیم. پول خالص. این که بعضی از این شلوارا قیمتاش زیاد. این ویدیو رو با از این عینک‌هایی که دوربین داخلشه گرفتم. همینجور که می‌بینید شلوارا رو میندازم رو زمین یا همون لباسا رو زمین، با 2 تا نور عکسای عالی ازشون میگیرم و داخل وبسایت آنلاین میکنمش و با 2 برابر 3 برابر گرونتر میفروشم. اگه میخواید شما هم همچین کاری رو انجام بدید، سوالی چیزی دارید، حتما داخل کامنت ها بنویسید. لطفاً سابسکرایب کنید تا هرچی سریعتر به 1000 سابسکرایبر برسید.